هزار راه رفتم و هیچ در نیافتم. روزگاری در شهری که غیرت را نان شب می‌دانند. مردی بود ساده تر از نان شب، کارگری ساده، بی سر و صدا، با دلی که از آینه زلال تر بود. اسمش علی بود، علی اشرف. به همه کمک میکرد و با همسایه ها گرم میگرفت. زندگیش خاکی بود مثل دستهاش، مثل چای لبسوز مادر بزرگ، تلخ اما آشنا. تا اینکه یه روز قصه شکست. از سر کار که برمیگشت عرق ریخته، خسته مثل هر روز، تو خیابون 2 دانش آموز دید کنار جاده. دلش سوخت، گفت پرید بالا میرسونمتون. دانش آموز سوار ماشین شدن، اما ترسیده بودن از صورت آفتاب سوخته‌اش، از هیبت بیگناهش. فکر کردن آدم رو باست، دزد بچه هاست. خودشونو از ماشین پرت کردن پایین. یکی از دانش آموزا سرش به جایی میخوره و در جا از دنیا میره و دیگری به بیمارستان میرسه و تو بیمارستان مرگ را تجربه میکنه. و اون لحظه یه چیزی توی علی اشرف شکست. نه استخوان، نه غرور، بلکه اعتماد به آدم ها، به مهربونی، به انصاف این دنیا. علی اشرف بی هیچ حرفی از اون خیابون رفت، اما دیگه هیچ وقت به خونه برنگشت. رفت تهران، شهر 1000 چهره، شهر بیرحم. توی زیرزمین تاریک با چند جوان همدرد همخونه شد. حالا دیگه نه کار داشتن، نه پول، نه امید. فقط شب بود و دیوار و فکر. یک شب دور هم نشستن. یکی گفت بیایید خودمون رو بکشیم و همه گفتن باشه. اما مرگم روشو ازشون برگردونده بود. خودکشی هم نافرجام بود و همون شب علی اشرف مرد و از دل خاکسترش علی کرده متولد شد، با یک نقشه، یک اسلحه، یک خشاب پر و دلی خالی از ترحم. شروع کردم به دزدی مسلحانه، از نواب تا تهران پارس، از رسالت تا انقلاب، مثل یه سایه توی شب، ضربتی، بیرحم و بیدرد. اما بالاخره لو رفتن، گرفتنشون. علی به زندان اوین منتقل شد و همونجا مغزش مثل یه حیوان تو قفس زوزه میکشید. ولی علی کرده اهل قفس نبود. رفت پیش قاضی و گفت پشیمونه و میخواد هم دستاشو لو بده. پلیس ها رو برد به ساختمون متروکه، اما اونجا نقشه دیگر کشیده بود. به محض ورود مأمورها رفیقاش رو کاشته بود تا شلیک های متوالی انجام بدن، گلوله، آتش و جیغ. علی راحت از اون مهلکه فرار میکنه و موفق میشه. از اون به بعد دیگه فقط مجرم نبود، شد سلطان تاریکی. از اون به بعد با یه نام مستعار و صورت مبدل صبحها شروع کرد به کارگری آسفالت و شبها فروشندگی مواد، وسطش هم خفگیری و تهدید و وحشت. اما یه روز با یه افغانی دعواش میشه. افغانی که داستان فرار اوین رو شنیده بوده، چون یکی از همبنده خود علی بوده، اونها رو لو میده. این دفعه قاضی حکمش رو به اعدام میبره و میفرستنش زندان رجایی شهر کرج بند 4، زندان مخوفی که فرار ازش خواب و رویاست. اما علی کرده خواب نمیدید، نقشه میکشید. علی با 2 از محکومان اعدام دوست میشه و شروع میکنن به کندن دیوار با قاشق، با چاقوی زنگ زده، با اراده‌ای که هیچ قفلی جلو دارشون نبود و از زندان رجایی شهر که باور کردنی و خواب و رویا بود فرار کردن. بعدش یکی یکی از هم جدا شدن تا اینکه پلیس برای یکی از رفیقای علی دام پهن میکنه و از شانس علی خودش هم همونجا بوده دستگیر میشه و دوباره قاضی حکم اعدام میده و به رجایی شهر بند 4 میفرستدش. اما یه جای پرونده یه علامت سوال جا میمونه. اعدام علی لغو میشه و حکم تبدیل میشه به 30 سال حبس. ولی از اون به بعد دیگه کسی علی کرده رو نمیبینه. بعضیا میگن تو زندان کشته شده، بعضیا میگن فرار کرده و خارج رفته، بعضیا میگن الان یک کارگر ساده است که داره آسفالت میکنه خیابونهای تهران، ساکت و تنها و بی صدا مثل روز اول. هومن سیدی همیشه سراغ کسانی رفته که جامعه آنها رو طرد کردن، از مغزهای کوچک زنگ زده تا قورباغه و حالا وحشی.
در وحشی با مردی طرفیم که گذشته‌اش از او هیولا ساخته، هیولایی زاده فقر، تحقیر، زخم. علی اشرف یا همون علی کرده با بازی بی‌نظیر جواد عزتی دقیقا همین رو بیان میکنه. علی نه تنها با ذاتش بلکه با زخمهاش وحشی شد، نه از مادر که از جامعه دوباره متولد شد. فیلم سیدی بیوگرافی نیست، روان نگاری است، شکافتن لایه های یک ذهن زخمی. از ناامنی کودکایی که از یک غریبه مهربان هم میترسند، تا عشقی که با بیپولی و نداری فرو میپاشد، تا کودکی که از دل این بیپناهی عقده‌مند بزرگ میشود. روانشناسی سقوط فروید آدلر چنین میگویند: آدلر هر رفتار افراطی پاسخی به یک احساس حقارت دارد. فروید میگه سرکوب‌های کودکی اگر شنیده نشوند روزی از تاریکی بیرون میخزند. علی اشرف قربانی نبود، او صدای خاموش هزاران نفر بود که هرگز شنیده نشدند. وحشی فقط یک سریال نیست، یک آینه است، آینه روبروی ما. اگر علی اشرف را خوب بفهمیم شاید وحشی بعدی ساخته نشود. همانطور که مولانا میگوید: تو چه دانی که ما چه مرغانیم، هر نفس زیر لب چه میخوانیم. چون به دست آورد کسی ما را، ما گهی گنج و گاه ویرانیم.